من. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم جناب خان، جناب خان، جان. ما یه مهمونی داریم اینجا که از ساری اومده و دچار سندروم مینیاتوریه. 10 سالشه، اسمش امیرعلیه. میخوام که بگم بیاد اینجا ببینیش و یه سلام علیکی باش بکنیم، دوباره بشینه سر جاش. به خاطر تو اومده. امیرعلی بیا اینجا ببینم. عزیز دلم، سلام عزیز دل من. قربون امیرعلی جان. ای آمون جناب خان. بوسش، برو جلو بوست کنه، برو جلو بوست کنه. ای قربونت برم من. مرسی. چطوری؟ خوبی؟ چون میکروفون نداری امیرعلی صداتو نمیشنوم. بیا پایین من بهت بگم. بیا پایین. متشکرم. اینجا امیرعلی رو بچه‌ها ببینید. امیرعلی دوست ماست. 10 سالشه، دچار سندروم مینیاتوریه. خیلی آدم باحالیه. اومده جناب خان و برنامه ما رو ببینه. خیلی ازت جون. چی؟ چی شدم؟ قربون خندت برو. سرفراز شدم. آره بابا سرفراز. آها میگه سنگ فرز داری؟ سنگ فرز میخواد. محسن مال اون برنامه بود پسر دستش آره گشت دستش شکسته بود. سنگ فرز میخواد. قربونت برم عزیزم. من یه کادو برای خریدم. چی خریدی کادو براش؟ کادو کجاست؟ گله. آره گل آوردم، من بردم پشت صحنه دادم بهش گلو. همه دیدن گله رو. آوردم پشت صحنه بهت میدم. خیلی ممنونم امیرعلی که اومدی پیش ما. خیلی متشکرم. برای دوربین ما یه دست تکون بده اونجا. همه با هم. مرسی. بود برو پیش مامان. خیلی ممنونم. بود برو پیش مامان. آمون جناب خان قربونت بره. محسن جان یکی مو تو دوربین بگم با اجازت. بفرمایید. ما یه تقاضای از همه مردم دارم. اگر یه نفر میبینین تو خیابون به هر نحوی به لحاظ فیزیکی تفاوت‌هایی داره، خواهش میکنم بهش زل نزنید. اصلا احساس خوبی نمیده. اگر اونا که تفاوت دارن در اکثریت بودن، ما در اقلیت بودیم. حالا این مثلا چون اینا اکثریتن ای شده نرمال. خواهش میکنم زل نزنید. احساس بدی به آدم‌ها دست میده. هممون انسانیم، عین همیم. آدم ها تنها به مهر از همدیگر برترن. همین والا. دست برای دمت گرم جناب. پوریا